این ویدیو به درد پان ترک ها و پان عرب ها و پان کرد ها و آدم های بیوطنی از این دست نمیخوره. در این ویدیو اطلاعات مهمی رو بر اساس دو پژوهش معتبر علمی راجع به خاستگاه ما ایرانی ها بررسی میکنم که ما کی هستیم و از کجا اومدیم. در سال 2019 پژوهشی انجام شد توسط چند دانشگاه و مرکز پژوهشی ژنتیک ایرانی و آلمانی. اومده روی 1000 نفر از 11 قوم ایرانی بررسی ژنتیک انجام داده. تو این تصویر میبینیم که ژنتیک اقوام عرب و آذری و بلوچ و گیلک و کرد و لر و مازندرانی و فارس و جزیره نشین‌های خلیج فارس و سیستانی ها و ترکمن ها بررسی شده. این سه گوشوار یا بهتر بگم 4 گوشوار پایین تصویر مربوط به جزیره نشینان خلیج فارس، سیستانی ها، بلوچ ها و ترکمن هاست. اما به جهت مجاورت با اقوام همسایه ترکیب ژنی گسترده تری دارن و نکته خیلی جالب اینه که ژنتیک بلوچ ها و سیستانی ها یکیه و عملا یک قومن با 2 زبان مختلف. اما حالا به این تصویر دقت کنید که نشون میده از آذری و لر و گیلک و مازنی و کرد و عرب و فارس عملا یک خانواده ایم و شگفت انگیزه که مازندرانی من با آذری من با خوزستانی عرب زبان من با کرد و گیلک من همه از یک خانواده ژنتیکی. در یک پژوهش دیگری که استاد من دکتر وحدتی نسب در سال 96 انجام دادن نشون دادن که یک پیوستار ژنتیکی بیش از 5000 سال در ایرانیان وجود داره. حالا با بررسی این دو پژوهش چند نکته برای ما روشن میشه. بخش بزرگی از ژنوم ما ایرانی ها دست کم بین 5 تا 10 هزار سال در همین جغرافیا حضور داشته و تفاوت ژنتیکی ما اقوام ایرانی مثل تفاوت لهجه های مختلف از یک زبانه و جمعیت های امروزی ایران بیشتر نتیجه چند هزار سال تکامل درجا هستند. و باز به قول دکتر وحدتی نسب ما اگر 200 نسل برگردیم به عقب هممون کس و کار همدیگه ایم. پس بنابراین این پژوهش ها ما ایرانی ها تفاوت معنادار ژنتیکی با مردمان مجاور خودمون داریم. پس آذری های ما ترک زبان شدن ولی هیچ ربطی به مردمان شمال چین یا ترک های ترکیه ندارن. عرب های ما عرب زبان شدند ولی تفاوت معناداری با عرب های سامی دارن و بیشتر هم خانوادن با گیلک های ما. و به عقیده من کرد هر جای دنیا که باشه ایرانیه و اصلا کرد غیر ایرانی نداریم. پس ما ایرانی ها نه تنها از نظر فرهنگ و تاریخ و جغرافیا بلکه از نظر ژنتیک هم یک خانواده ایم. امیدوارم این اطلاعات براتون مفید بوده باشه و به درستی استفاده کنید، مخصوصا تو این روزهایی که بیوطنها تمام تلاششون رو میکنن که بین ما ایرانی ها تفرقه بندازن و در نهایت ایران و ما ایرانیان پایدار خواهیم بود، همونطور که از ابتدای تاریخ پایدار بودیم.